خیلی بده که سحریا بیدار بشیم، رحمت الله تعالی به آسمان اول بیاد بگه کیه که از من بخواد تا بهش بدم، کی مغفرت میخواد تا مغفرتش بکنم. تو همین وقت هم خدای نکرده موقع اجابت دعاست با موبایلش برمیره، موقع سحر موقع اجابت دعاست، آقا با تلویزیون و با فیلم و سریال مشغوله. خیلی بده، این اوج غفلته. سعی کنید تو رمضان برنامه بریزید از این موبایلی که کلی دغدغه و جنجال فکری برای ما درست میکنه و روح طاعت و عبادت، نور بندگی رو از ما میگیره، حتی الامکان تلاش کنیم که از این فضای مجازی، از این رسانه ها تو رمضان فاصله بگیریم تا جایی که امکان داره. اگه بتونی اینو به صفر برسونید، یه موبایل ساده دستون باشه، این موبایل اندروید و هوشمند رو برای رمضان بذارید کنار، یه خلوتی، یه تبتلی، یه یک سویی، یک انقطاعی از ما سوى الله بر خودتون ایجاد کنید.